بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على از مسائل بسیار مهمی که اسلام به آن ترغیب داده است و از برنامه‌های مهم اسلام هست. دین اسلام مسائل اخلاقی و اخلاقیات. دین اسلام را الله تعالی برای جهانیان وقت فرستاد، الله تعالی خاص جامعه بسازد و جامعه را درست بکنه که این جامعه سالم ترین جامعه ها باشد. از لحاظ اعتقاد دارای بهترین اعتقاد توحیدی، که تنها ذات یگانه معبود باشند و یک خدا را پرستش بکنند و تمام نیازهایشان را و احتیاجهایشان را به الله تعالی مطرح کنند و از طریق رب العالمین پروردگار همه حاجتهای خود را برآورده بکنند. بهترین عقیده را الله تعالی در دین اسلام گذاشته است. البته در همه ادیان در اعتقاد مشترکند و شریکند و این خوبی و حسن در همه ادیان بوده، ولی یک اضافی در دین اسلام است که تمام راههایی که منتهی به شرک می شوند الله تعالی در دین اسلام بسته است. و این صحبت، این عرض تفصیل می خواهد که فرصتش نیست. الله تعالی بهترین عمل کرد را در دین اسلام قرار داد، بهترین اعمال، بهترین احکام نورانی را در اسلام قرار داده، بهترین عقیده و بهترین عمل کرد در دین اسلام گذاشته و در همه ادیان سماوی الله تعالی عمل کردهای خوبی را گذاشته است، اما بهترش را الله تعالی در دین اسلام گذاشته است و بهترین اخلاق، منش، کردار و رفتار را الله تعالی در دین اسلام گذاشته. دین اسلام از لحاظ اخلاق بهترین تعلیم دارد و بلکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. الله تعالی من فرستاده است تا پروژه اخلاق و برنامه اخلاقی را من به پای تکمیل برسانم. همه انبیا علیهم السلام و دعوتگران و مصلحان جامعه به اخلاق دعوت دادند و اخلاق در دعوت اونها برجسته بوده است، لکن سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم این پروژه را و این برنامه را به پای تکمیل رسونده و قرآن عظیم الشان را شما وقت تلاوت میکنید بخشای بزرگی را از قرآن عظیم الشان در بحث اخلاق میبینید. قرآن زیباترین اخلاق تعلیم داده است و سید المرسلین امام النبیین رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم
در تعلیمات زیبا و ارشادات گوهربار به بهترین اخلاق راهنمایی کرده است. اسلام در برنامه‌های اخلاقی دستور داده که کسی که به شما بدی می کند شما بدی او را به نیکی پاسخ بدید. احسن الی من اساء الیک. همین حضرت سعدی فرموده است بدی را بدی سهل و باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء، بدی را به بدی پاسخ دادن و انتقام گرفتن کار آسانی است. ولی اگر مردی و مردانگی داری بدی را به نیکی جواب بده. بدی را به نیکی جواب دادن، عفو کردن و گذشت کردن این کار مردان است. اگر مردی احسن الی من اساء، کار بزرگان و کار مردان و انسانای اولوالعزم، ان ذلک من عزم الامور قرآن فرموده. گذشت کردن، در گذر شدن، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. کسی که در مقابل کسانی که به او بدی میکنند، اذیت و آزار میرسانند، تهمت میزنند و افترا میبندند، گرچه آدم تهمت باید سر خود رفع بکنه، جواب تهمت بده، ولی آنجا که به انتقام به مسائل شخصی میکشد آنجا در گذر بشه، عفو بکنه و صبر بکنه در مقابل ناملایمات. و لحاظا این از امور بزرگ و کارهای به ترجمه بعضی از بزرگان کارهای همت، صاحبان همت و صاحبان عزم، اولوالعزم قرآن تعبیر فرموده است. این کارا میکنن که صبر میکنن در مقابل بدی مردم، در مقابل ظلم و جفا جور و گذشت میکنن. اسلام انتقام جایز قرار داده است و حق مردم قرار داده. گفته میتونه انتقام بگیرید شما، ولی عفو را الله تعالی ستوده است و تعریف کرده است. و عفو بسیار چیز زیباست و یه اخلاق زیبا. یک فرموده صله رحمی این نیست که خویشاوندان به شما خوبی میکنند شما خوبی میکنید، بلکه صله رحمی اینه که مردم به شما خویشاوندان بدی میکنند و شما خوبی بکنید. این صله رحمی واقعی است. خویشاوندان عزیزان به شما بد کردن و شما به اونا خوبی بکنید، این صله رحمیه و شما با رشته داران خودتون رشته را واصل کردید و صله رحمی کردید. و اسلام تعلیمش بسیار در بخش اخلاق زیبایه. و امروز یک مشکل بزرگی که پیش آمده است در عالم اسلام و غیر عالم اسلام اینه که بشر از لحاظ اخلاقی سقوط کرده است. متاسفانه مسلمانان هم در مسائل اخلاقی بسیار عقبند. اسلام یکی از مسائل مهمی که به آن تاکید داره و تاکید کرده است صداقت هست، امانت داریه، راستگویی، یک رنگی است. مسلمان باید یک چهره داشته باشه، بلکه انسان یک چهره داشته باشه، یک زبان، یک چهره. و امروز زبان ها زیاد شدن و چهره ها زیاد شدن و به قول مردم بعض انسان هستند که به جای یک سر چند تا سر دارن، به جای یک چهره چند تا چهره، به جای یک زبان چند زبان. صداقت امروز متاسفانه رفته، امانت داری رفته و الله تعالی به حال ما رحم بکند. یک رنگی نیست، فریبکاری زیاده، حرف راستا، هیچ کسی به کسی دیگه نه کمتر حرف راستا میزنن. فضای اسلامی خوشبختانه در ایران آمد و انقلاب اسلامی پیروز شد، متاسفانه در راستای اخلاق زیاد تاثیر نگذاشت و هنوز از لحاظ اخلاقی افت فراوان موجوده و افت زیاد موجوده که بنده این مسائل را، مسائل انشاءالله بابی که خدمت شما باز شد و هفته آینده در این رابطه صحبت میکنم و
وقت نماز نزدیک رسیده و 18 ذی الحجه تاریخ شهادت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه است و خلافت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه هم در همین روز است و حضرت علی رضی الله تعالی عنه شهادت حضرت عثمان و خلافت حضرت علی است و چند جمله در رابطه با حضرت عثمان صحبت میکنم و بحث اخلاق باشه برای هفته آینده اگر حیات باقی بود و زندگی باقی بود و مسائل اخلاقی باید زیاد مورد بحث قرار بگیره. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه شخصیت بسیار برجسته هستند، از مهاجرین اولینند و صاحب هجرتینند. 2 تا هجرت کردن، یک هجرتی با 80 و اندی نفر به حبشه هجرت کردن با دستور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و اذن آن حضرت، و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه بعد از حبشه به مدینه منوره هجرت، وقتی آن حضرت هجرت کرد از مکه مکرمه به مدینه منوره تشریف آوردند، در همان سال اول، همان روز اول حضرت عثمان از حبشه برگشت و به مدینه منوره وارد شد و او از سابقین اولی هم از مهاجرین اول و صاحب هجرتین امتیاز داره و هم از سابقین اولینی که قرآن اونها را فرموده است رضی الله عنهم السابقون الاولون من المهاجرین والانصار بالاتفاق. سیدنا عثمان و سیدنا علی و سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضوان الله تعالی علیهم اجمعین السابقین اولین، هیچ کسی در این مسئله اختلافی نداره و السابقین اولین که الله تعالی اعلام رضایت نسبت به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرده. خدا راضیه، اگر کسی دیگر ناراض باشه این ناراضگی به مقام حضرت عثمان، به مقام حضرت علی، به مقام شامخ خلفاء راشدین حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق و عشره مبشره که جز سابقین اولین هیچ ضرری نداره. ولهذا اینها را الله تعالی تا قیامت اعلام رضایت کرده، از این هم راضیه و آنانی که راه اینها را ببرند والذین اتبعوهم باحسان، تا قیامت کسانی که تابعداری اینها را میکنند هم الله از اونها راضی است. تابعداران حضرت عثمان، تابعداران حضرت علی، تابعداران حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق خلفاء راشدین و مهاجرین و انصار، اینها را الله اعلام رضایت کرده تا قیامت راضی کسانی که به مسیر اینها بروند و در پی اینها بروند و از سیرت اینها اتباع بکنند و از روش اونها تابعداری بکنند. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه کسی هستند که حضرت صلی الله علیه وسلم دختر اولش را قبل از نبوت ام کلثوم را به ازدواج او در آوردند و وقتی که هجرت کرد دختر آن حضرت با ایشون همراه بود، برگشت دختر آن حضرت همراه بود و در روزهای جنگ بدر اتفاق افتاد. 1 سال بعد از هجرت ام کلثوم شدیداً مریض بود. حضرت عثمان خواست که در بدر همراهی بکنه آن حضرت را، آن حضرت فرمودند که شما باش در مدینه منوره و زوجه خود را فرستاری کن. و ام کلثوم وفات کردند، در ایام و شبهای بدر وفات کردند. حضرت عثمان ام کلثوم دفن فرمودند و وقتی که آن حضرت از بدر فتح، همون روزایی که وفات کرد داشت وفات میکرد، خبر رسید که در بدر فتح حاصل شده و دشمن شکست خورده است. و حضرت عثمان وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برگشتن سهم غنیمت جنگ بدر به حضرت عثمان دادن و او را شریک بدر قرار دادن، چون به دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای پرستاری دختر آن حضرت او باقی مانده بود. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بعد رقیه را آن حضرت صلی الله علیه و سلم به ازدواج او در آوردن. در تاریخ شاهد نیست و هیچ کسی این اطلاع را نداره که 2 دختر یک پیغمبر در ازدواج یک شخص در بیاید و این شخص حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که 2 دختر خاتم النبیین
رحمت للعالمین پشت سر به ازدواج او در بیاید. و رقیه هم در حیات آن حضرت وفات کرد، دومی دختر آن حضرت. و آن حضرت فرمود اگر دختر سومی می داشت به ازدواج حضرت عثمان در می آورد. و آن حضرت از این دامادش بسیار راضی بود و خرسند و خوشحال بود. و آنقدر آن حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان یک مرتبه فرمود که شبیه ترین انسان به حضرت ابراهیم و شبیه ترین انسان به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان. حالا این شباهت یا از لحاظ صورت بود یا از لحاظ اخلاق بود. آن حضرت فرمود که عثمان هم به حضرت ابراهیم مشابه و هم شباهت به من داره. و روز خانه آن حضرت آمد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم لباس خود را جمع کردند و فرمودند که کسی گفت که شما لباس جمع فرمودید، فرمودند که من حیا می کنم از کسی که فرشتگان از او حیا می کنند. عثمان آنقدر انسان حیاداری است که فرشتگان از او حیا می کنند و لہذا من برای این خاطر لباسم را جمع کردم. و سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه کسی که جیش الاسره را تجهیز کرد و آن حضرت در سخترین جنگ در حیات آن حضرت صلی الله علیه وسلم و لشکرکشی در مقابل رومی ها بود که ابرقدرتی بود. قبایل عربان جنگایشون جنگای تاکتیکی و نبودن و ارتش تعلیم یافته نداشتن، اما بزرگترین قدرتی که ارتش منظم داشت و میخواست با مسلمانان مبارزه بکنه در حیات آن حضرت صلی الله علیه وسلم عرض کنم که پادشاه روم بود و این بزرگترین قدرت او زمان بود. آن حضرت اعلام عام کردن و این جیش به نام جیش الاسره بود. طولانی ترین مسافت که 700 کیلومتر طی کردن و 30,000 نفر در حیات آن حضرت بزرگترین لشکر برای مبارزه با رومی ها آماده شد و اینها وسایل نداشتن. حضرت اعلام کرد که اینا را کمک بکنید. یک مرتبه حضرت عثمان 1000 دینار آوردن که پول بزرگی است. آن حضرت این پول گردانیدن با دست و فرمودن که بعد از این خرجی که حضرت عثمان کرده هیچ گناهی او را ضرر نمیرسونه. بعد سر منبر اعلام کردن که جیش الاسره نیاز به سواری دارن. 100 شتر حضرت عثمان بلند شد که آماده بده. بعد اعلام کردن 2 مرتبه بلند شد که 200 شتر. بعد بلند اعلام کرد، بعد فرمودن که 300 شتر. هر بار آن حضرت اعلام میکرد که هر کسی این لشکر تجهیز بکنه برای او جنت از فلاح الجنه، برای او جنته. 3 بار حضرت عثمان بلند شد، هر بار 100 شتر. با تمام تجهیزات و امکانات کو در اختیار میگذارم. آن حضرت عثمان بشارت به بهشت داد و چند بار حضرت عثمان بشارت بهشت دریافت کرده. فرمودن من حفر بیر روما، هر کسی بیر روما را حفاری بکنه و آبش را در اختیار مسلمان قرار بده برای او جنت. حضرت عثمان حفاری کردن و گفتن لشکر تبوک هر کسی که تجهیز بکنه برای او جنت. حضرت عثمان این کارا کردن و چندین بار و در عشره مبشره هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بشارت بهشت دریافت کرده از آن حضرت. آن حضرت فرمودن 10 نفر بهشتی از صحابه من، یکی حضرت عثمان هم بود، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی و طلحه و زبیر، سعد و سعید، عبدالرحمن بن عوف الی آخره. اینا را آن حضرت در حیات خود فرمودن که اینا بهشتیان و لہذا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را فرمودن یک مرتبه که جامه و پیراهن به تن شما می شود و منافقین می خواهند از تن شما بکشند، این جامه را نکش، از تن خودت تا تو من ملاقات نکردی. و اشاره به همون خلافت. و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جامه را نگاه داشتند و تا در ایام فتنه‌گران حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را به شهادت رسوندند. و لہذا عثمان رضی الله تعالی عنه مقام بسیار والای داره و از صحابه بسیار برجسته و طراز اول هست که در صلح حدیبیه حضرت صلی الله علیه و سلم دست خود را
به دست راست خود را به دست چپ گذاشتن و وقتی که گفت اگر حضرت عثمان زنده باشه در مکه شایع شده بود که کشتن حضرت عثمان و حضرت برای انتقام خون حضرت عثمان بیعت گرفته از صحابه و کسی گفت اگر حضرت عثمان زنده باشه گفت این در این بیعت شامل نمیشه، گفته این دست راست به دست چپ خود زدن، گفت اگر حضرت عثمان زنده این بیعت حضرت عثمانه. و حضرت راضی حضرت عمر فرمودن 6 نفر از صحابه اونایی هست که حضرت مخصوص از اون راضی بودن وقت دنیا رفتن. یکی حضرت عثمان نام برد که پیشنهاد خلافت داد، حضرت علی را نام برد، حضرت عثمان نام برد، عبدالرحمن بن عوف نام برد، حضرت زبیر نام برد، حضرت طلحه را نام برد. اینا گفتن کسانی که نظر اینا شایسته خلافتن و از اینا یکی را تعیین بکنید. لہذا این صحابی برجسته آن حضرت صلی الله علیه و سلم، کسی که تمام زندگیشون را قربان راه خدا کردن و وقت به پایان رسید. و به هر حال شخصیت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ شخصیت بارزی است که عزیزمون جناب محمود براوی نژاد مقاله در این باره خواندن خدمت شما، مقاله بسیار خوبی و در این محفل به همون مقاله شون و یک حدیثی در رابطه با حضرت علی من خدمت شما عرض می کنم و فرصت در موقع دیگه انشاءالله که همین برای فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ بسی که حضرت فرمودن روز خیبر که فردا پرچم خیبر را به دست کسی میدهم که خدا و رسول از اون راضی است و او هم از خدا و رسول راضیه. در دل همه این تمنا بود که پرچم اسلام در دست اونها بیفتد و حضرت علی عقب مانده بود از قافله و صبح حضرت علی رسیدن و حضرت پرچم اسلام به دست حضرت علی دادن و حضرت علی را پرچم بردار خیبر قرار دادن و فرمانده جنگی قرار دادن. و لہذا کسی که خدا و رسول از او راضی است و او هم از خدا و رسول راضیه، این سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ. این هر یکی وقت شما فضائلشون میخوانید میگی که از این کسی بالاتر نیست و همه اینا برجستن، همه اینا مقامشون بالای و همه اینها درجهشون بسیار بزرگه. اینا تربیت یافتگان حضرت رسولن، اینا شاگردان خاص سیدنا رسول صلی الله علیه و سلم. و الله تعالی من شما را توفیق تابعداری این بزرگان نصیب بکند. جماعت های تبلیغی امروز یک جماعتی است که همه دنیا اعتقاد به این جماعت پیدا کرده است. جماعتی است که هیچ حب و بغض سیاسی نداره و اصلا در مسیر سیاست نیست، در مسیر دیانت و معتقد این جماعت که با یک گروهی باشه، همانطور که قرآن راهنمایی کرده، دستور قرآنه ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر، یک گروهی در امت باشه که کارش تنها دعوت الی الخیر باشه، امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. و جماعت تبلیغی بر اساس این آیه قرآن عظیم و آیه صریح قرآن، یک گروه همه غم و همش دعوت الی الخیر بشه، امر به معروف و نهی از منکر بشه و این جماعت بر اساس همین آیه این کار داره انجام میده و رسالت بزرگی است و جماعتی است که هیچ حرف اختلافی نمیزنه و همه از مشترکات صحبت میکنه. و این جماعتی است که واقعا همه ما باید نیت داشته باشیم که تشکیل بشیم به این کار و حتی دانشگاهیان عزیز، فرهنگیان، علما، اهل حوزه و همه به این کار نیاز دارن. این کاری است که اختلاف توش نیست و حرف اختلافی نمیزنه و مشترکات صحبت میکنه، مشترکات اسلامی. ایمان ها میگه تقویت بشن، نماز قائم بشه، زکات پرداخت بشه، حج ادا بشه و ارکان دین و احکام دین زنده بشن و سنت سید المرسلین رحمت للعالمین روش آن حضرت و سیرت آن حضرت در زندگی مردم بیاد. مسلمان واقعی بشن و به جای حرف مسلمان عمل بکن. هیچ ضرری جماعت به هیچ کسی نداره.
و لحاظا تنگنا ایجاد کردن به جماعت جز تعصبات مذهبیه، برای که قانون اساسی هم آزادی داده، آزادی فعالیت مذهبی داده، ما را قانون آزاد گذاشته، شیعه را آزاد گذاشته، سنی را آزاد گذاشته، فرقهای مختلف اسلامی را، مذاهب مختلف در شیعه در سنی ها همه را قانون آزاد گذاشته و اینا نباید احساس تنگی بکنن، باید اینا محدودیت ایجاد بشه. محدودیت ایجاد کردن خلاف صریح قانونه و قانون آزادی داده است و این جماعت است که همه باید از این دعای خیر بگیرن و ما دعای خیر بگیریم، مسئولین دعای خیر بگیرن، چرا این بهترین مسیره. یک نکته است که بعضی میگن که از جماعت سوء استفاده میشه. سوء استفاده از دانشگاهی میشه، به لباس دانشگاهی، به لباس دانشجو، به لباس طلبه، به لباس روحانی، به لباس تبلیغی ممکنه کسی سوء استفاده بکنه. این معنیش این نیست که ما دروازه دانشگاه را ببندیم یا دانشگاهی را در تنگنا بگذاریم یا طلاب حوزه را در تنگنا بگذاریم یا جماعت تبلیغی را در تنگنا بگذاریم. بله گاهی دزد و خلافکار ممکنه به لباس مقدس بیاید، به لباس نیک بیاید، به لباس طلبه بیاید، دزده ولی لباس طلبه را بتن کرده، لباس دانشگاهی را، لباس تبلیغی را. این معنی اینه که ما نه اینکه اینها را ما بیاییم در ببندیم یا بر اینها محدودیت ایجاد بکنیم، بلکه معنی اینه که ما دنبال دزد باشیم. و واقعا برادران تبلیغی اخیراً حرکتی را انجام دادن در این زمین، نه که اگر غیر از تبلیغی های کار کسی دیگه کرده بودن همه دنیا، همه مسئولین از اونها تشکر می کردن و قدردانی می کردن. برادران تبلیغی بسیار مواظبان، بسیار هوشیار و بیدارن، حتی از ما اهل حوزه اونها بیدارترن، از دانشگاهی اونها بیدارترن در رابطه با اینکه کسی در لباس خلافکار نیاید در صف اونا و از اونا سوی استفاده نکنه. و از روی این هست که به هر حال نباید برای برادران تبلیغی طبق قانون کسانی که کار اسلامی میکنند اونا در جمهوری اسلامی، در فضای اسلامی باید از همه بیشتر مورد تشویق قرار بگیرن و مورد ترغیب قرار بگیرن، چون به هر حال فضای اسلامی، انقلاب اسلامی نباید برای اسلام گرایان و اسلام خواهان و مبلغان اسلام محدودیت ایجاد بشه. تکبیر! امیدوارم که این مشکل مورد توجه قرار بگیره. حاجی عزیز احمد، یک که معروف به حاجی تاگزی هست، یکی از صالحین واقعا منطقه، خیلی دیری که بنده یاد میدم از جوانی مرحوم حاجی تاگزی، حاجی عزیز احمد شغلش تبلیغ بود. تو هر مجلس که می نشست حاجی صحبت می کرد در رابطه با دین. بسیار آدم مخلص، بسیار آدم صالح. و خبر رسید که ایشون در مدینه منوره 2 شب قبل درگذشته است و وفات کرده. این نشان سعادت مرحوم حاجی عزیز احمد حاجی تاگزی است که الله تعالی ایشون را در جوار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آنجا وفات داد و آنجا دفن میشه و روز قیامت به همون پاکان محشور میشه. و عزیزی الان به من پیغام را داد که من گفتم میرم به حج و گفتن دعا میکنم و گفته که برای من پیغام داده، گفته برای او دعای خیر میکنم و گفته من ممکنم برم به حج بر نگردم و از احساسات خود را ابراز کرده نسبت به دین، نسبت به مسلمین و این صحبت کرده. عزیز میگه من فراموش کردم و الان که خبر وفاتش آمده دعا کنید الله تعالی ایشان رفع درجات عنایت کنه، درجات ایشان بلند کنه. الله تعالی رضامندی خود را از ایشان و عزیزی از مقتدیان صف اول تقاضا دارن که پدرشان همین هفته وفات کرد، برای ایشون دعای خیر بشه. الله تعالی والد ایشان مغفرت کنه و جمیع گذشتگان الله تعالی در جوار رحمتهای خود جای بدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.